شورای جمهوری تقریبا گزارش‌ها از همه جا حاکی از آن بودن که وضعیت در همه جا یکخیل است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتی در صورتی که ما رسما مراجعت میکنیم برای جدا کردن تالار یا هر جایی که مقامات خودشون میخواهند که مساعدت کنند، آنها تالار جدا نمیکنند، جای معین نمیکنند، ولی وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک جایی که خودش انتخاب میکند یا منزل یکی از اعضای حزب یا هر جایی که مناسب دانست طبق قانون این شورابینی رو برگزار میکنند، حتما مقامات حاضر میشن و مانعی برگزاری چنین شورابینی ها شده ایستادند. دلیلشان این است که شما بدون اجازه مقامات دولتی حق گذراندن این یا آن شورابینی رو ندارید. حالا که در قانون چنین طلب نیست، ولی با وجود همین هم اگر چه طلب نیست، ما با نظر داشت وضعیت مراجعت میکنیم از قبل. همین حادثه که در حصار شد 2 هفته قبل مسئولین ناحیه حصار رسما با مکتوب مراجعت کردند به مقامات ناحیه حصار، ولی نه جواب خطی هست نه جواب شفاهی بود. بالاخره چون روز برگزاری شورابینی فرا رسید، گفتن خب بهتر است چون قانون منع کرده است در منزل یکی از فعالان در ناحیه حصار این شورابینی برگزار شد. شورابینی هم چی است؟ واخوری با اعضای حزب و تبریک چند اعضای جدیدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حساب جوانان اون ناحیه. و سوال ما این است که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به طور رسمی مراجعت کرد، جواب ندادن، جدا نکردن، حزب شورابینیش رو در کجا گذراند؟ در منزل اجازت نباشد، در تالارهای رسمی اجازت نباشد، پس یک حزب سیاسی فعالیتش رو چگونه راه اندازی کند؟ ملاقاتش با اعضایان حزب، با فعالان، با مردم در کجا صورت میگیرد؟ در ناحیه رودکی هم همین ما جواب رسمی مقامات ناحیه رودکی را داریم. واقعا از لحاظ حقوقی و سیاسی خیلی جواب خام هست و من خودم شخصا گفتم که اون رو نشر نکنید، چون عیب است برای یک مقام دولتی دادن چنین جواب. ما وقتی که یک مواد تنقیدی رو نشر میکنیم، این تنقید یک مسئول ناحیه نیست، این تقریبا میشه تنقید مسئولین دولت کشور ما. ولی وضعیت رو طوری کردن که دیگر انسان نمیدوند به کی مراجعت کند، به کجا مراجعت کند و فعالیتش رو چی راه اندازی کند. چون وقتی سخن درباره مراجعت و مکتوب ها رفت، این اگر در سطح منطقه ها می بود دردی بخیر میگفتیم که رئیس ناحیه یا معاون رئیس ناحیه دانش قضایی سیاسی ندارد، حقوقی ندارد و قانون را نمیداند. ولی وقتی که ما به مقامات مرکزی کشور مراجعت میکنیم، وضعیت زیاد فرق نمیکنه. برای مثال اینجا اگر مسئولین بخش روابط ما باشن، نامه ما از کدام تاریخ رفته بود به وزارت خارجه؟ از 12 اپریل و اگر همون نامه نسخهش در دست کدام باشد 12 اپریل در وزارت قبول کردند، امضا کردند که قبول کردیم و این نامه رو به مقامات کنسولگری فرستادند. اسخدنای نامش هست که از وزارت بیرون شد. نامه حزب نهضت رو در یگان اداره نمی‌یابند. تا امروز نامه نیست. به هر اداره می‌رویم که جواب نامه ما چی شد؟ ما مهمان خارجی داریم. طبق قانون باید بعضی از کشورها ویزای ساده کرده شده بگیرن. اکثر مهمانای ما از کشورهایی هستند که باید به طور ساده شده ویزا بگیرن. ولی میگن نامه رو پیدا نکردیم. در واقع گفتن که نامه شما در بررسی رهبریت هست. جوابش رو میدیم. بعد نامه غیب زد. همچنین نامه ما به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان شاید که از 2 ماه می شود، حداقل 1.5 ماه شد که نامه جواب ندارد. درباره جدا کردن یک تالار برای این شورابینی صحبت شفاهی بود، نامه رسمی نوشتیم. خب اقلا به حزب سیاسی کشور، دومون حزب سیاسی کشور، حزب پارلمانی در یک صحیفه می شود یک جمله نوشتیم و با شما تالار جدا نمیکنیم، شرایط نداریم، تالارها بند است، حافظان و هنرمندان خوش‌آواز ما در آنجا هنرنمایی کرده شدند. اگرچه ما از ماه دکتر مراجعت کردیم و باز در صحبت خصوصی هم گفتم شفاهی که برای آن 3-4 ماه پیش مراجعت میکنیم که یگان هنرمند آوازخوان پیش‌دستی نکند.
این را با صراحت بگیم که احتمال دارد که در اون سالها یک ماه پیش مراجعه بگیم برمی‌شد. اگر این وضعیت در منطقه می‌بود می‌گفتیم در بیاد، ولی متأسفانه این در سراسر کشور است. نادیده گرفتن، بی‌توجهی و اصلا وجود ندارد. چون یک حزب، چون 8% مردم انتخاب کننده که به این حزب رای داده است، اونایی که جناب بولتوف اعلام کردن 8% وجود ندارد. این خیلی نگران کننده است. سلام علیکم. ابوالفضل دولتی وکیل پارلمان جمهوری تاجیکستان. پیش از اینکه سوال بکنم میگم که شما ناراحت نشید که کاخ بابت رو برای شما ندادم، بلکه اعلام کنید که با مناسبت 40 سالگی در کاخ بابت کنسل میشه. سوال این است که اگر این فشارها تا چند زیاد شدن گیرن، شما چه تصمیم‌ها رو میگیرید؟ سلامت باشید. نسبت همون چهاربینه که روز 27 در کاخ بابت میشود، باید گفت که در بین اعضا و مهمانان حزب نهضت مخلصان نگینه موضوع خیلی زیاد است. اگر این دو چهاربین را یک جا بکردیم بهتر بود، یا در دفتر حزب یا در کاخ بابت. ولی افسوس که در یک روز راست آمد و بسیاری از مخلصین نگینه نمیتوانند در اونجا شرکت کنند، برای که باید بیان و دفتر حزب نهضت، یا برعکس بسیاری از مهمان ما که مخلص نگینه هستند مجبورن اونجا بیان. ولی اگر این فشارها ادامه پیدا کنند، بعضی‌ها میگن که صبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا کدام حد است، مرزش کجاست. و بعضی‌ها حتی مسئله گذاری میکنن که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نادیده میگیرد یا اگر ملاحظه دارد و نه درخواست و طلب‌های جامعه را به نظر میگیرد که باید یک کمی جواب شدیدتر بگوید و نه حتی ریاست و اعضایان شورای حزب را که واقعا در جلسه‌های ما وقتی آخر مسئله گذاری‌ها خیلی تیز و تند هستند و یک کمی نگرانی از صبر و تحمل زیادی رهبریت حزب هم وجود دارد. ولی کسانی که مسئله را این طور می‌گذارند هنوز هم حزب ما را نشناختند. صبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر چقدری که به خاطر ملت و کشور و آرامش امنیت لازم باشد هست، داریم این صبر. مرزی معین نداریم در این مسئله. حتی اگر فشارها و این مانع‌گذاری‌ها زیاد شود، تا اون حد ما صبر خواهیم کرد که طرف دیگر از کارهای شر کند. بالاخره اگر وجدان باشد خودش شرم میکند که تا کی ما این همه فشار بالای یک گروه یک نیرو بریم، تا کی ما بزنیم، تا کی مورد علت و کوب قرار بدهیم. پس معلوم میشد که هنوز هم حزب نهضت را نشناختند. اینجا عکس در اومدم، عکس بالا برادرمون محمد علی حیدر دیده که واقعا تبسم کرد، استاد سیدآزاد و دیگر دوستان. ببینید همون عکس بالای ما. این جواب خنده محمد علی خنده ساده نیست. انسان در این حالت وقتی که میخندد چند نشانه دارد. یکی جسارت و شجاعتش است، ارادهش است. دیگری به حال همونها میخندد که هر چقدر بزنید ما به خشم و غضب نخواهیم آمد. تبسم ما جواب ماست. برادر محمد علی را نشناختند. فکر کردن که برادر سیفالله زاده مثلا لط و کوب شود، این هم ارادهش میشکند، این هم میترسد. بعدا شما مقاله ها و نوشته های سیفالله زاده را دیدید چگونه بود. اونا هنوز محمد علی را نشناختند. شاید کم کس بداند که محمد علی حیدر افسری بلند رتبه گلاونی разведуправления СССР بودند. در سالهای جنگ بیشتری قهرمانی را دوستی را با احمد شاه مسعود همچون افسری شوروی داشتند و نماینده اصلی شوروی در رابطه با احمد شاه مسعود بودند در سالهایی که ارتش شوروی در افغانستان بود. برای آنکه احمد شاه مسعود را همیشه در چشم رهبریت شوروی سفید می‌کردند که این